بازیکن دریبل میزنه میره جلو و یه دریبل دیگه از دانیال میزنه و بنازم برو جلو برو جلو برو جلو بزن توی دروازه بابا بنازم هی دمت گرم داشمیر آجی عجب دریبل گلی زدی. نوکرتم آقا سجاد فقط حیف که میدونی دیگه من یتیمم و پول ندارم برم آموزش فوتبال ببینم وگرنه که فوتبالیست خیلی مشهور میشدم. فدا سر داشمیر خدا بزرگه. فوتبال بازی کن بالاخره مطمئنم تو در آینده یک فوتبالیست مشهور و معروف میشی. آره بابا غمت نباشه. هی داش سجاد دست رو دلم نذار بچه‌ها شانس هم نداریم. آقا فوتبال من خیلی خوبه یعنی تمام دوستان میدونن که من فوتبالم از همشون بهتره و این رفیقام تقریبا وضع مالی‌هاشون خوبه و خانواده دارن. فقط این وسط منم که نه خانواده دارم نه وضع مالیم خوبه. آره خلاصه من مدرسه حتی نمیرم ولی منتظرم که هر روز دوستام از مدرسه ها تعطیل بشن بیان اینجا و با هم دیگه اینجا فوتبال بازی کنیم ولی 3-4 تایشون هم حریفم. یعنی هر روز میام اینجا تک به 4 بازی می‌کنیم. یه نفرم از 4 نفرشون هم دریبل می‌کنم. داشمیر منم با سجاد موافقم. مطمئنم تو در آینده فوتبالیست مشهور و معروف میشی. بابا دمتون گرم خدای کارتون درسته. مرسی که امیدواری بهم میدین. ولی خب چجوری من فوتبالیست مشهور بشم؟ مگه نه پول دارم نه خونه دارم نه خانواده دارم نه مربی فوتبالی دارم که بخواد بهم درست حسابی فوتبال یاد بده. البته خودم بلدم ولی خب باید اصولی یاد بگیری. آره دیگه خب من چجوری باید فوتبالیست مشهوری بشم؟ همین فوتبالی هم که الان بلدم به خاطر تمرین کردن خیلی زیادمه. یعنی شما که صبح میرید مدرسه من اینجا تو زمین فوتبال دارم با توپم فوتبال بازی میکنم. واسه همونم کلا تو تکنیکی همه چی فوتبال بلدم. ولش کن داشمیر بیا تمرین پنالتی کنیم. آره علیرضا دروازه‌بان شده. برو شوت اول تو بزن. بچه‌ها من عاشق پنالتیام. به حسابی رو پنالتی تمرین کردم و الان میخوام به عشق شما یه گل بزنم. آماده یا نه؟ علیرضا آماده باش. من آمادم داشمیر بزن. حل داشت علیرضا بچه اینجا داشته باشیم. برو بریم آقا 1 2 3 بزن تو گل. بنازم آقا دیدین زدم به علیرضا ولی رفت تو دروازه. مهم اینه. خب داشمیر برو کنار حالا نوبت منه و منم فوتبالم خیلی خوبه میدونی که. برو بریم 1 2 3 بگیر که اومد. ای بابا گند زدم که. بذار برم توپو بیارم الان میام. بس این بچه اومدم. خیلی خوب آقا جورجلی که خراب کرد شوتشو. دانیال نوبتته. بزن اینم تو هم مثل من میتونی گل کنی یا نه؟ علیرضا آماده باش داداش قراره سولاخت کنم. برو بریم 1 2 3 بزن اومد. ای بابا چرا من بالا رو میزنم همش. بابا داشمیر هیچ کی مثل تو نمیتونه گل بزنه داداش. منم گند زدم. خیلی خوب فقط ضربه سجاد مونده. ناگفته نماند سجادم فوتبالش خیلی خوبه بچه‌ها و رفیق صمیمی منه. داش سجاد بزن ببینم چه می‌کنی. عشق منی داشمیر. به شما که فوتبالم نمیرسه ولی باشه داداش تلاش خودم میکنم. علیرضا خان آماده باش. برو بریم 1 2 3 بزن تو گل. ای بابا منم که گند زدم که داشمیر. فدا سرتون بچه‌ها. آقا قول میدم خودم باهاتون انقدر تمرین کنم که فوتبالتون خوب شه. عشقی داشمیر. خیلی خب بچه‌ها بریم خونه دیگه. بریم فردا بیام باز با هم دیگه کلی بازی کنیم. داشمیر خداحافظ ما رفتیم. بچه‌ها بریم. ای بچه‌ها رفیقام هم رفتن. ولی خدا رو شکر این توپ سجاده. سجادم میگم چون رفیقمه توپش ازم نمیگیره. دیگه منم که خونه و زندگی ندارم. همینجا صبح تا شب توی زمین فوتبال آقا دارم فوتبال بازی میکنم. و برای غذا مردم میان دلشون با حالم میسوزه بهم غذا میدن. ولی جای خوابم بدتر از همین داخل اون دستشویی داخل پارکه. آرش من داخل اون دستشویی شبا میخوابم. خلاصه چی دیگه آقا فقط فوتبال بازی کنم. فوتبال تمرین کنم تا بتونم یه جوری در آینده من برم داخل تیمای فوتبال حرفه‌ای و بشم یه فوتبالیست معروف. آره بچه‌ها از قدیم میگن خواستن توانستن است و هر آرزویی دارید 100% بهش فکر کنین و براش تلاش کنین بهش میرسین. یعنی شک نکنین که به هر آرزویی دارین میرسین. فقط باید تلاش کنین براش. دیگه آقا منم بعد هر جور شده تلاش خودم بکنم تمرین بکنم و یه روزی به بزرگترین آرزوم یعنی فوتبالیست شدن برسم. آره عشق یه شوت خفن بزنم و برو داخل دروازه بناتم. ای آقا پسر واسه ببینم کی منو صدا کرد اینجا. چی؟ صبر کن ببینم آقا کیه. واسه رونالدو. واسه ببینم بچا من خوابم یا این رونالدو واقعا؟ نه آقا صبر کن ببینم فکر کنم من خوابم توهم زدم. آره اینقدر رفتم داخل رویا بافی کردم که کلا توهم زدم. ولش کن آقا بذار توپم بیارم. آقا پسر بچی نمیای اینجا؟ واسه ببینم بچا فکر کنم دوباره با منه کو. نه آقا بچا این خواب نیستش. این واقعا رونالدو فکر کنم. آره من رونالدو هم پسرم. یه دقیقه بیا اینجا کارت دارم. یو خدا بچه‌ها من فکر کنم این واقعا راستی رونالدو اومده اینجا. آره دیگه من 10 بار خودم زدم خواب نیستم توهمی نشدم بیدارم. صبر کن ببینم آقا بذار بریم جاش ببینیم چی میگه. با من کار داره واقعا یا نه؟ من باور نمیکنم این رونالدو باشه. کو پشمام بچه‌ها این واقعا رونالدو. اینم بادیگارداشه دیگه. آره اسمت چیه پسر جان؟ صبر کن ببینم بچه‌ها این واقعا رونالدوه. والا اسمم ازم پرسید دیگه. آره خواب نیستش این واقعیه. شاید هم بدل رونالدو داره اسکلمون میکنه. عزیزم اسکل چیه؟ بدل چیه؟ اگه من بدل رونالدو باشم برای چی باید بادیگاردم رون باشه؟ نه عزیزم من خود کریستیانو رونالدو ام. اوه بچه‌ها این واقعا رونالدو دیگه. آقا دیگه شک ندارم دیگه. آره آقا این راستی الان رونالدو اومده جلوم صحبت میکنه با
میام. ولی رونالدو کجا؟ اینجا کجا؟ آقای رونالدو من کوچیکت امیر اسپوردم ولی بچه‌ها بهم میگن داش امیر. بابا پسرم امیر اسپورت جان، من از دور داشتم فوتبال تو تماشا میکردم به صورت یواشکی و مخفیانه و دیدم بین دوستات بهترین فوتبال رو تو داشتی، همشونو دیریب زدی و در آخرم توی پنالتی ها فقط تو گل زدی و افرادم چند روزیه دارن میگن که تو رو صبح داشتم اینجا میبینن که مشغول فوتبال بازی کردنی، درسته؟ خدا این داشته از موقع فوتبال منو تماشا میکرده و داره میگه که آقا افرادش منو صبح تا شب ببینن اینجا دارن فوتبال بازی میکنن. ولی حرکتی بزنم آبروم پیش رونالدو نره نفهمه من بی خانمان بدبختم. آقای رونالدو لطف داری ولی هر روز نه من اینجا نیستم. من فکر کنم اون بدن منه که اینجا داره فوتبال بازی میکنه و شبا داخل دستشویی میخوابه. آره من نیستم. جناب آقای رونالدو این بچه خجالت میکشه حقیقتو به شما بگه. من آقا سعید هر روز اینجا داریم این بچه رو نگاه میکنیم که داخل این زمین فوتبال داره فوتبال بازی میکنه و شبام داخل دستشویی میخوابه. پسرم راستشو بگو با آقای رونالدو. آقای رونالدو اومده اینجا کمکت کنه عزیزم. اوه یا خدا بچه فکر کنم لو رفتیم. حقیقتا آره آقای رونالدو خودم همون کسی که بادیگاردتون گفت. آقا من یه بچه بی خانمان و بدبخت و بی خانواده‌ام که صبح تا شب اینجا دارم فوتبال بازی میکنم و شبام داخل اون دستشویی میخوابم دیگه. میخواستم بهتون نگم ولی خب لو رفتم. امیر آقای عزیزم این چیزا که خجالت نداره، من حال و روز تو رو درک میکنم. آخه خودم هم کودکی خیلی سختی داشتم و وضع مالی خیلی ضعیف و بدبختانه‌ای داشتیم. پدر منم فقیر بود و پول برای خریدن غذا نداشتیم. واسه همونم همه چی رو درک میکنم. برای همونم میخوام بهت کمک کنم عزیزم و تو رو به خواستات برسونم، چون که دیدم چه فوتبال خوبی داری. تو منو یاد بچگی‌های خودم انداختی. منم مثل تو عاشق فوتبال بودم ولی وضع مالی خوبی نداشتم. چی؟ آقای رونالدو واسه ببینم گفتی که میخوای منو کمک کنی؟ خب چجوری میخوای منو کمک کنی آقا رونالدو؟ نکنه میخوای بشی مربی منو بهم فوتبال یاد بدی؟ اون که جای خود داره. آره میخوام بشم مربی اصلی تو و به 0 تا 100 فوتبال یاد بدم، ولی مهمتر از اون اگه صلاح بدونی و مایل باشی میخوام تو رو به فرزند خوندگی خودم قبول کنم و تو یه جورایی بشی پسر من. آخه پسر خودم رونالدو جونیور اصلا فوتبال خوبی نداره و توی فوتبال به شدت افتضاحه. من خیلی آرزو براش داشتم ولی اون اصلا به درد فوتبال نمیخوره. برای همونم میخوام یه پسر بچه‌ای که مثل من کودکی فقیرانه‌ای داشته ولی آرزوی فوتبالیست معروف شدن رو داره بهش کمک کنم تا بشه پسر منو یه ستاره فوتبال در آینده ازش بسازم. چی؟ سب کن ببینم آقا این دفعه دیگه من خوابم. واسه ببینم رونالدو گفت من میخوام تو بشی پسر من. مگه داری من چیزی؟ آقای رونالدو تو رو خدا بگو من الان خوابم و دارم خواب میبینم اینو رو. نه امیر جان تو کاملا بیداری. میدونم که درکش برات خیلی سخته ولی اگه قبول کنی من تو رو به عنوان پسر خودم قبولت میکنم. بعد تو وارد خونه زندگی من میشی و به تمام فوتبال رو یاد میدم. واسه خدا وکیله که بارو بگو الان سکته میکنم از خوشحالی. من باورم نمیشه بچه رونالدو اومده تو زمین فوتبال میگه میخوام تو رو به فرزند خوندگی قبول کنم بشی پسر من. مگه داری من چیزی؟ چی شد امیر جان؟ آیا این درخواست من رو قبول میکنی یا نه؟ بابا نوکرت هستم آقا رونالدو. آقا تو اسطوره منی. بچه‌ها میگه قبول میکنی بچه من بشی یا نه؟ آره آقا با کله قبول میکنم. مگه میشه قبول نکنم؟ ای جانم پسرم، پس تو از این به بعد پسر منی و هیچ فرقی با رونالدو جونیور نداری. میدونم هم که خیلی خسته‌ای. بشین تو ماشین با هم دیگه بریم به خونه جدیده که قرار تمرینات فوتبال از این به بعد شروع کنیم و به تو فوتبال رو به صورت حرفه‌ای یاد بدم عزیزم. بیا دنبالم بریم سوار ماشین بشین. بچه‌ها شما برید تو ماشین، من با امیرخان میام. چی آجی پشمو بچه ماشین رونالدو رو نگاه. یا خدا حتی بادیگارداش با ماشین فراری پلیسن. وای بچه من باورم نمیشه روزم. پسرم زود باش بشین تو ماشین بریم. بچه‌ها پشت سرمون بیان ما میریم خونه. امیر جان بشین پسرم. یا خدا بچه در ماشین رو من بلد نیستم باز کنم حتی. ولی واسه آقا نباید زای بازی در بیارم. فکر کنم این دستگیر است. بکش داداش بکش که به. یا خدا باورم نمیشه کنار رونالدو نشستم. پسرم کمربند تو به من بریم. جا کردم آقا رونالدو چشم. آقا واسه کمربند ببینم عجب ماشین خفنیه. آقای رونالدو من کمربند بستم بریم. به من بگو بابا رونالدو یا بابا کریس. باشه بریم بچه‌ها را بیافتین. یا خدا چه سرعتی داری آقا رونالدو. باورم نمیشه بچه‌ها راستی دارم میرم خونه آقا رونالدو. این بادیگاردها رانندگیشون اصلا خوب نیستا. بلش کن عزیزم این ماشین جورجینا زنم. باورم نمیشه من الان بچه رونالدو و جورجینا شدم. آره جورجینا حتما با دیدن تو خیلی خوشحال میشه پسرم. الان میریم پیشش. وای بچه هنوزم تو شکم خدا وکیلی. ولی برو بریم قرار بریم خونه رونالدو. نیم ساعت بعد.
وای بچه‌ها باورم نمیشه آقا اومدیم سمت بالا شهر لس سانتوس و آقای رونالدو خونش همینجا باید باشه. آره عزیزم رسیدیم. اینم از خونه من، پلاک 369. خوش اومدی. چی؟ یو خدا خونه رو نگاه کنی شما بچه‌ها. خدای پشمام ریخته همه جا عدد هفتم داره پشمام. خیلی خوب امیر جان پیاده شو که رسیدی. وای بچه‌ها باورم نمیشه ماشینا رو نگاه کنین شما. عجب خونه زندگی داره رونالدو. امیر جان یه دقیقه همینجا صبر کن و الان میام. بذار به بادیگاردان بگم که بیرون واسن دم در واسن. یو حضرت عباس عجب ماشین عجب خونه ای. خیلی خوب امیر جان خوش اومدی به خونه من. بریم داخل که جورجینا زنم منتظرته. از این به بعد جورجینا مادر تو هم میشه، یعنی مادر خوندت عزیزم. پس بدو بیا داخل، اینجا در خونمونه. بیا عزیزم بیا داخل غریبی نکن. یو خدا بچه‌ها هنوزم من تو شوکم که چجوری اومدم اینجا هستن. خب بریم داخل. گفتش بیا خونم اینجاست، از در اینجا باید بریم تو. اوه بچه‌ها این فکر کنم عکس دریکه. آره دریک همون رپر آمریکاییه. بابا بنازم عجب خونه‌ای داره این رونالدو. بیا امیر جان بیا دنبالم، بیا جورجینا اینجاست. یو خدا بچه‌ها استرس دارم آقا استرس دارم. الان قرار بریم چه جورجینا. یو خدا آقا چه خونه‌ای داره دوبلکسه. اینجا میره طبقه بالا. وای مثلا باورم نمیشه خود تو همچین خونه‌ای گذاشتن. بچه این پسر رونالدو جونیور. امیر جان بیا اینجا. جورجینا عزیزم این همون پسر بچه‌ایه که بهت میگفتم که قرار از این به بعد بشه پسر ما. امیر جان بیا تو. بابا چرا خجالت میکشی عزیزم؟ بیا داخل. بیا که از این به بعد اینجا خونه خودته. خوش اومدی به خونه‌ات. چی عزیزم واسه ببینم. اوه ای جانم چه پسر گوگولی و خوشگلی آوردی کریس جون. بیا امیر جان بیا پسرم. بیا اینجا با هم دیگه صحبت کنیم. یو خدا بچه جورجینا زن رونالدو اینه. پشمام عجب قدی داره. وای بچه من حقیقتا روم نمیشه برم داخل جای اینا. پسرم بیا دیگه چرا واسطادی؟ یا خدا چشم خانم جورجینا اومدم. برو بریم تو بسم الله. سلام جورجینا خانم خوبین؟ و اینم بعد پسر رونالدو باشه. چرا دستش تو دماغشه؟ سلام خوشگل من خوش اومدی به خونه. از این به بعد بهم بگو مامان جورجی. آره دیگه تو الان پسر این خونه ای، یعنی شدی داداش رونالدو جونیور و پسر من کریستیانو رونالدو. خوش اومدی به خونه عزیزم. یو اول فصل بچه عجب مامانی پیدا کردم. قدش هم از رونالدو بلندتره. باورم نمیشه من شدم پسر این خونه. پشمام هنوز فکر میکنم تو خوابم. نه عشق من کاملا بیداری. بریم طبقه بالا بهت اتاقت نشون بدم. اتاق دقیقاً کنار رونالدو جونیوره. یو خدا من اتاقم دارم. وای دل تو دلم نیست. بریم مامان جورجی. خب امیر جونم اینجا دیگه اتاقته. خوش اومدی به اتاقت. یو اول فصل عجب اتاق خفنی. همین اتاق به اندازه یه خونه کامله. آره بچه نگاه کن اینجا تخت خواب داره، تلویزیون هم داره. بابا سوینم اینجا چیه کو؟ پشمام اینجا دستشویی حمومشه. یو خدا آره آقا اینجا میشه بیای دوش بگیری. وای حواسم نبود دوشو باز کردم. بیاین ور گند زدیم. خیس شدم. بچه‌ها سرویس فرنگی هم داره. بذار ببینم این برا بچه‌ها رختکن لباساست. اوه چه همه لباس برای من گذاشتن. خب عزیزم به خونه خودت و اتاق خودت خوش اومدی. هر کاری داشتی ما اینجا هستیم پیشه. و کلثوم خانم خدمتکار این خونه است. هر کاری داشتی کلثومو صدا کنی میاد کمکت میکنه. الانم بهتره که اینجا استراحت کنی. من بابا کریس تو رو تنها میذاریم تو اتاقت. آره عشقم کریس جونم بیا بذار پسرمون استراحت کنه. امیر جان پسرم خوش اومدی به خونه‌ات. میدونم خیلی خسته ای. حسابی استراحت کن که بعد از اون همین امروز ببرم به استادیوم فوتبال و تمریناتمون از امروز دیگه شروع کنیم دیگه. باید ستاره بعدی فوتبال تو باشی. آره عزیزم راحت باش. رونالدو جونیور دستتو تو دماغت نکن دیگه. اینقدر بهت میگم بازم این عمل زشت انجام میدی. بیا بریم بیرون بذار داداش امیر تنها باشه. بیا. وای بچه‌ها من اتاق اختصاصی برای خودم دارم و پسر اصلی رونالدو یعنی رونالدو جونیور شده داداشم. البته خیلی چندشه، همش دستش تو دماغشه. ای تو حواست باشه، فکر نکن که الان یه ساعت وارد این خونه شدی پسر اصلی این خونه. نه خیر، پسر اصلی بابا رونالدو منم و تو هیچ وقت جای منو نمیتونی بگیری. پس پاتو گلیمت زیاد دراز نکن وگرنه به حسابت میرسم. باشه بابا عقده بدبخت. چجوری تو در رد شد؟ عجب پسر رو مخی داره بابا رونالدو. ولی ولش کن بچه‌ها من تا نیم ساعت پیش کارتون خواب بدبخت بیچاره بودم. الان شدم پسر کریستیانو رونالدو و یه اتاق شخصی و اختصاصی برای خودم دارم. وای بچه‌ها من هیچ وقت حالا رو تخت نخوابیدم. آقا برو بریم رو تخت بخواب. تازه لپتاپم داره بنازم. آقا برو بریم بخوابیم که خیلی خستم. یعنی تو عمرم تا حالا رو تخت به این بالی نخوابیدم. آقا من بخوابم که واقعا داره بهم اینجا خوش میگذره. فعلا بچه‌ها من خوابیدم. 2 ساعت بعد بچه‌ها تو عمرم اینقدر راحت نخوابیده بودم. آقا 2 ساعت بلان نسبت مثل خر خوابیدم و این 2 ساعتی که خوابیدم به اندازه 10 سال خواب بود برام. واقعا خیلی باحال بود. الانم مامان جورجی یعنی همون جورجینا خانم اومد منو بیدار کرد، گفتش بیا طبقه پایین یه چیزی بخور، غذا بخور، بعدش بابا رونالدو بعد بری ورزشگاه. آقا دل تو دلم نیست برم استودیو فوتبال نزدیک ببینم. گفته که قراره بریم اونجا دیگه. آقا برو بریم پایین. یا خدا خونه رو نگاه من تو شوکم. برو بریم پایین چه بوهای خوبی داره میاد. فکر کنم غذا درست کردن. آره آقا برو بریم پایین. بس
ببینم مامان جورجینا کجایی؟ بیا سمت راست عزیزم. سمت راست بذار ببینم اینجا یا نه. اوه آره اینجاست. سلام مامان جورجینا. یو خدا پس بوی این غذا هست چه بوی خوبی داره میاد. سلام پسر خنده سلام. بالاخره بیدار شدی؟ منم به کلثوم خانم گفتم که برات یه غذای ایتالیایی و اسپانیایی خوشمزه درست کنه تا بخوری انرژی بگیری و بعدش با بابا کریس بری تو ورزشگاه استادیوم ورزش کنی. غذای ایتالیایی و اسپانیایی چی دیگه تو عمرم تا از سوسیس و تخم مرغ غذا خفن‌تر نخوردم. ولی الان دارن برام غذا ایتالیایی درست میکنن. البته نمیدونم چرا آتیش گرفته. این مدلش عزیزم غذا کاملا تو آتیش پخته میشه. آره بشین رو میز ناهارخوری بابا کریست هم داره ورزش میکنه تو حیاط. اونم الان میاد دیگه. پس بشین رو میز ناهارخوری بیا غذامونو بخوریم. واسه شبم به خانم کلثوم گفتم که برات ماکارونی درست کنه. کلثوم خانم دست شما هم درد نکنه. نوش جونت پسرم، یه غذایی درست کنم که انگشتاتم باش بخوری. واه بچه‌ها میز ناهارخوری ها نگاه. یو خدا چی همه غذا چی همه تنوع غذایی. امیر جون بخور عزیزم بخور که تا نیم ساعت دیگه با بچه‌ها قرار گذاشتم داخل استادیوم فوتبال بریم با هم دیگه تمرین فوتبال کنیم. این داداش جونیور رونالدو که خیلی پسر بی‌ادب و تنبلیه. فقط صبح تا شب پلی استیشنش دستشه داره پلی استیشن بازی میکنه. و همین که تو پسر مؤدبی هستی خیلی ازت خوشم اومده. بریم که قرار ستارت کنم. 1 ساعت بعد. وای بچه‌ها باورم نمیشه الان اومدم استادیوم آزادی لس سانتوس. آرش خب بابا رونالدو همین الان رفت داخل به منم گفت این توپا رو بردار بیا داخل. باورم نمیشه پامو دارم میذارم تو استادیوم فوتبال. برو بریم جا بابا رونالدو بس ببینم چه خبره. اینجا بچه‌ها دیگه مشکل توپ نداریم. عجب جای باحالیه. واه عکس فوتبالیستا هم زدن. این کیه؟ کو هر کی این فوتبالیستا میشناسه تو کامنت اسمشو بنویسه. من که نمیدونم این کیه. به یه عکس دیگه هم تمام فوتبالیستا اینا فکر کنم مال قدیمه. و اینجا رو بذار ببینم اینام که هیچی طرفداران اینام که هیچی تماشاچیان. اوکی آقا بذار ببینم. استادیوم فوتبال رو نگاه کنی چقدر بزرگه. آره مجید جان حسین پسرم اومد. امیر جان پسرم بیا جای عمو مجید. تو بیا اینجا عزیزم. عمو مجید سب کن ببینم. آقا توپا رو نگاه کن چه گنده است اینا. وای هیچکی هم داخل استادیوم نیست. خالیه بچه‌ها. بابا بنازم چه همه توپ اینجاست. وای بچه‌ها الان هست که دیگه خوشحال قش کنم. خدا اینجا نگاه کنی چه توپای گنده‌ای داره. استادیوم به این بزرگی هم هست. هیچکی هم اینجا نیستش کلی هم توپه. مجید جان این همون پسرم امیر آقا که دربارش باهات صحبت کرده بودم. سلام آقا مجید خوبین؟ سلام امیر جانم چه پسر خوشگلی. از این به بعد میتونی بهم بگی عمو مجید. آره من دوست صمیمی بابا کریستم و البته از این بعد مربیتم هستم. اصلا مگه خود بابا رونالدو نمیخواست به فوتبال یاد بده؟ پسرم من همه چی رو بهت یاد میدم خودم. ولی خب بعضی وقتا که نمیرسم مجیدم مثل داداشمه. اونم اندازه من تکنیکای فوتبالو بلده بهت یاد میده. بابا رونالدو نوکرتم چشم هر چی شما بگی. آقا فقط اسپورت‌های قدیمی میدونن که این مجید داخل کدوم یک از ویدیوهای داشتمیر بوده. اگه فهمیدید تو کدوم ویدیو بوده همین الان اسم ویدیو رو تو کامنت ها بنویس و یه قلب قرمز هم بذار که ببینم کدوماتون قدیمی چنل داشتمیری. خب امیر جون حالا وقتشه بریم با هم دیگه تمرین کنی. البته امروز بابا کریستیانت هم هستش که 3 نفری با هم دیگه تمرین فوتبال کنی. یو خدا 2 تا مربی خفن میخوام بهم فوتبال یاد بدن. حل عمو مجید. بابا رونالدو من بعد الان چیکار کنم؟ امیر جان برای شروع اول باید گرم کنی و برو یه 2 دور زمین فوتبال رو بدو کن. آره دیگه هر چقدر بدویی بدنت گرم بشه بیشتر میتونی تمرین کنی. یه 2 دور بزن بیا اینجا بهت بگم چیکار کنی. من و عمو مجید هم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم تا تو گرم کنی. یو خدا 2 دور این زمین فوتبال چه خبره؟ ولی آقا من میرم چون هر روز من خودم هم تمرین میکردم. چشم بابا رونالدو الان میام آقا. برو بریم بنازم. بچه چقدر داخل زمین چه من حال میده دویدن. وای باورم نمیشه همیشه اینجا رو من تو تلویزیون میدیدم. پشمو وجب دروازه خفنی. اون دروازه‌ای که ما باش بازی میکردیم رو هوا بود. چند بارم داشت میافتاد. اوه واسه من توپ رو ببینم واقعی یا نه. کوز ببینم میشه ضربه زد بهش. اوه پشمام عجب توپ باحالیه. من فکر کردم خیلی سنگینه ولی نه آقا خیلی سبکم هست. نگاه چه باله. وای بچه‌ها دل تو دلم نیست چه همه توپ فوتبال داره اینجا. یا خدا این سجاد یه دونه توپ تیکه پاره داشتش با همون داشتیم ما تمرین می‌کردیم. ولی اینجا 500 تا توپ نگاه کن هر طرفم بخوام میتونم شوت کنم بنازم. رفت تو تماشاچی بابا ای والله. آقا برو بریم بعد کریستیانو رونالدو رو سربلند کنم. آره آقا برو بریم بنازم. بابا کریس یه دور دیگه الان میزنم میام. برو بریم. بچه‌ها نفسم بند اومد دیگه. آقا 2 دور من چرخیدم دور اینجا. بابا رونالدو همونطور که گفتی من 2 دور زمین چرخیدم. حالا باید چیکار کنیم؟ ایول داری پسرم امروز باید روی شوت تمرین کنیم. آره باید بهت یاد بدم چجوری شوتای قدرتی کار کنیم. و الان عمو مجید میره دروازه‌بان وای میسته تو هم باید بهش پنالتی بزنی. آماده ای دیگه؟ آره بله بابا رونالدو چجوری؟ آقا آمادم. برو بریم.
خب امیر جان عشقم، ببین با تمام قدرت با سر پنجه پا، یعنی با نوک پاهات به توپ ضربه بزن و تمرکز کن که قشنگ بزنی داخل چارچوب دروازه. فهمیدی چی گفتم؟ آره بابا کریس بابا، اینا رو که من قبلا بلدم. ولی چشم اینجا رو داشته باش، الان شوت میزنم. آقا واسا گفتش با نوک پا با تمام قدرت به شوت بزن. خیلی خوب آقا مجید آماده یا نه؟ آره امیر جون، بزن من آماده‌ام. ای به چشم آقا مجید. آقا برو بریم بچه‌ها، من تمام تلاشم بکنم اینو گل کنم. پس برو بریم 1 2 3 بزن بره تو گل. بس برو پشمام آقا گل زدم، لایی زدم حتی بهش. ماشاءالله امیر جان، واسه همینه که تو شدی پسر من. الان باید شوت هوایی بزنی، یعنی یه کمی قدرتی تر بزنی و تو میتونی به سمت چپ و راست دروازه بزن، نه وسط. ای به چشم بابا کریس. آقا حله. آقا برو بریم. از اینجا میخوام یک ضربه هوایی تر بزنم دیگه و گفتش به سمت چپ و راست معمولا بزن. خیلی خوب آقا برو بریم. بعد این یکی هم گل کنم. 1 2 3 بزن بره تو دروازه. بابا ای والله پشمام بچه‌ها، یکی هم زدم رفت تو دروازه. ای به نازمت پسرم، دمت گرم، خدا وکیلی کارت درست است. منم بهتر فوتباله. بابا کریس اینجوری نگوری آقا، خجالتمون نده. آره پسرم، حسابی گل کاشتی و مجید و خجالت دادی بهش گل زدی. دمت گرم. بازم تمرین کن، من برم برات توپ بیارم. نیمار جونیورم که اومد که پسرش قدیرم آورده. بیا بریم پیش نیمار با پسرش قدیرم آشنا شو پسرم. اوه بچه‌ها نیمار اومده، نیمار جونیور. صبر کن ببینم گفت پسرش هم آورده. آقا برو بریم. یو خدا باورم نمیشه نیمارم دارم من نزدیک میبینم. نه جون داداش، این پسر جدیدمه، اسمش امیر اسورده. قراره به زودی مثل خودم یه ستاره فوتبال بشه. و آره دیگه، بفرست با پسرت قدیر برن با هم دیگه فوتبال بازی کنن و ما دوتا هم بریم با هم دیگه یکم صحبت کاری کنیم. وای بچه‌ها باورم نمیشه نیمار اومد اینجا، پسرش هم آورده. خدا کنه پسر خوبی باشه. چقدر شبیه پسر رونالدو، همون رونالدو جونیوره. سلام آقا قدیر، خوبی؟ سلام امیر جون، میای با هم دیگه دوست بشیم؟ او پشما، این برخلاف رونالدو جونیور چقدر پسر بالیه. آره قدیر جون، بیا بریم با هم دیگه فوتبال بازی کنیم. هورا بریم. ای به نازمت، بیا دنبالم، بیا بریم که با هم دیگه فوتبال بازی کنیم. تازه مجید هم دروازه‌بانه. قدیر بود، بیا با هم دیگه توپ بازی کنیم. بیا قدیر همونجا واسه که میخوام به دریبل بزنم. برو بریم بزن تو دروازه بره تو گل. 1 ساعت بعد. خیلی خب پسرم، برای امروز بسه، حسابی تمرین کردی. بریم خونه که باید فردا بیایم و کلی تمرین دیگه داریم و باید برای مسابقات نوجوانان کشوری آمادت کنم که برنده مسابقه بشی. بچه‌ها امروز حسابی تمرین کردیم با قدیر. حل بابا رونالدو، من اومدم بریم خونه. ای به نازمت پسرم، پس بیا بریم رخیم، بعدش هم بریم خونه، کلی کار داریم امروز. اوه لالا عزیزم، بیا که کلی خبرنگار اومده میخواد باهات مصاحبه کنه و قراره ببینم پسر جدید کریستیانو رونالدو کیه. دنبالم بیا که با خبرنگار باید صحبت کنیم. اوه شیت بچه‌ها، من استرس دارم. آقا طلوع این هم آدم ازم عکس نگرفته بود. پشمام، کلی خبرنگار اومده اینجا داره از ما عکس میگیره. امروز در کنار آقای کریستیانو رونالدو هستیم و چند وقتیه که خبرنگاران ما یه پسرمش در کنارشون میبینن. آقای رونالدو، میشه توضیح بدید این بچه کی هستش؟ بله عزیزانم، این جوانی که کنار من میبینید این پسر منه و از امروز من ایشون رو به فرزند خوندگی خودم قبول کردم و به زودی بهتون قول میدم که ستاره بعدی فوتبال و شماره 7 فوتبال پسر من یعنی امیر اسپورت میشه. حتی بهتون قول میدم فوتبالش از منم بهتر بشه. خیلی خوب بس دیگه، زیاد عکس نگیریم، پسرم میترسه. پسرم امیر جان، وقتشه بریم خونه که قرار 1 ماه بعد بزرگترین کار زندگی تو انجام بدی و وارد مسابقات نوجوانان کشوری بشی. بریم خونه. 1 ماه گذشت و تو این 1 ماه کریستیانو رونالدو یعنی پدرم حسابی با هم تمرین فوتبال کرد و زیر نظر مستقیم خود رونالدو داشتم تمرین میکردم و تمام تکنیکای فوتبالی رو از پدرم رونالدو یاد گرفتم و امروز بعد از 1 ماه با تیم نوجوانان بارسلونا مسابقه داریم که هر طور شده تیم ما یعنی رئال مادرید نوجوانان باید برنده این مسابقه بشیم. امیر جون، یادت نره که به چی چیزایی گفتم. باید ذهنیت برنده داشته باشی و هر طور شده این مسابقه امروز رو برنده بشی، چون آیندهت فقط و فقط به این مسابقه بستگی داره. پس هر طور شده باید این مسابقه رو ببری. حل بابا کلیس، عشق امیر، حالتون چطوره؟ وای بچه کلی استرس دارم. آقا تو این 1 ماه من و بابا رونالدو و نیمار و پسرش قدیر به همراه لیونل مسی و پسرش جسی کلی تمرین فوتبال کردیم و الان ما 3 تا داخل تیم نوجوانان رئال مادریدیم. من و قدیر حمله ایم، پسر مسی یعنی جسی هافکه و بقیه بچه‌ها یعنی دوستای قدیمیم. سجاد و علیرضا اینا رو هم آوردیم تو تیم خودمون. آره بچه‌ها، مثلا علیرضا دروازه‌بان تیممونه. خیلی خوب پسرم، وقتشه بری داخل زمین. جسی و قدیر شما بدوید برید تو زمین، هر طور شده بعد امروز برنده بشی. ای به چشم بابا رونالدو، قدیر و جسی بیان داداش، بیا هر جور شده بعد ما این مسابقه رو ببریم. ولی بچه‌ها این تیم مقابلمون یعنی تیم حریفمون علاوه سنی از ما 2-3 سال بزرگترن و جسه‌هاشون هم بزرگتر از ما دیگه، نگاه کنین. ولی هر طور شده بچه‌ها ما اینا رو میبریم، چون مربیای ما یعنی پدرامون فوتبالیستای حرفه‌ای ان و
اینا برامون مثل آب خوردنن، مگه نه قدیر؟ آره داش امیر، هر جور شده ما اینا رو میبریم. ای به نازمت قدیر و بچه سجاد صمیمی‌ترین دوستم اومده. خیلی خوب بچه آماده باشین که بعد این مسابقه رو ببریم ها. باشه داش امیر. بازی از همین الان شروع میشه. او قدیر داور سوتو زد، پاسو بگیر. حل داش امیر، بیا جلو یا بهت پاس گل بدم. بگیر که اومد داش امیر. او قدیر به من پاسو بزن بری تو دروازه. وای گندش بزنن، خورد به کله کچلش. اب نداره داش قدیر، برگرد که این یکی رو گل می‌کنی. خیلی خوب داش قدیر، این یکی رو باید گل کنیم ها. حل امیر جون، بیا تکنیک 1 و 2 و 3 رو بزنیم. من میرم جلو بهت پاس گل میدم، تو هم از همونجا اومده باش که شوت کنی تو دروازه. ای به نازم داش قدیر، برو بریم من آمادم. پس برو بریم داداش. 1 2 3 بیا جلو. بودو قدیر داداش پاس گل بده، زود باش. بیا داش امیر بگیر. به نازم آج قدیر، بزن تو دروازه، بزن بره تو گل. قدیر داداش گل زدیم آجی، بر تو بغلم، بیا بغلم به نازم. دقیقه 90 بازی. بچه الان دقیقه 90 بازیه و ما تیم بارسلونا 3-3 مساویم. این آخر کاری این پدر سوختا اومدن روی قدیر خطا کردن و دقیقا شانسمون گرفت که پنالتی شده، ولی حال قدیر خیلی خرابه. داش امیر هر جور شده این ضربه رو گلش کن، نذار زحماتمون به باد بده. امیر جان ضربه رو گل کن. تو پسرم باید برنده مسابقه بشی. امیر پسرم یادت نره گفتم ذهنیتت باید برنده باشه و همین الان تصویر سازی اینو بکن که توی ذهنت داری بهشون گل میزنی. مطمئنم این ضربه رو گل میکنی و 4-3 میبریمشون. داش امیر هر جور شده گلش کن. وای بچه‌ها، تمام امید خانواده و دوستام الان به منه و اگه الان این ضربه رو من گل کنم 4-3 ازشون میبریم. اینجوری داخل این مسابقه برنده میشیم. پس آقا هر جور شده باید اینو گل کنم. قبل از اینکه این ضربه رو بزنم تو کامنت ها الان بنویسین که شما بیشتر طرفدار تیم رئال مادریدین یا بارسلونا. من خودم قدیما عاشق رئال مادرید بودم. آره آقا تو کامنت ها بنویس پرچم کدومشون بالاتره. خیلی خب بچه‌ها باید اینو هر جور شده گل کنم. ضربه پنالتی رو بزن پسر جان. آماده ای؟ اوه بچه‌ها داورم سوتو زد. آقا باید هر جور شده اینو گلش کنم. خدا به امید تو. بچه‌ها حرکت سوی رونالدو رو باید بزنیم. برو بریم. سیس بابا رونالدو رو که الان گرفتم. ولی بعد هر جور شده من اینو گلش کنم. دروازه‌بانشون هم خیلی قویه. برو بریم آقا وقت نداریم. 1 2 3 برو بزن تو دروازه، بزن بری تو گل. پشمام بچه‌ها گل زدم آقا، گل شد بنازم. آقا بیاین تو بغلم بنازم آقا، گل شد. ای داش امیر دمت گرم، گل زدی، بالاخره بردیم. نیمار داداش نگران نباش، مسابقه رو نگران نباش، مسابقه رو بردیم. آره قدیر جان پاشو این دوستت چه کار کرده. امیر جون پسرم به تبریک میگم 4-3 مسابقه رو بردیم. نوکرتم بابا رونالدو، همه اینا به خاطر آموزش و حمایت های شماست. به خاطر استعداد خودت هم بوده. الان دیوید بکام با هم تماس گرفت، داشته تو تلویزیون خونهشون مسابقه شما رو میدیده. گفتش که به پسرت بگو بیاد تو تیم لیورپول من که از این به بعد قرار مسابقات جهانی رو باش شروع کنی. بیا که دیوید بکام دم دره بریم باش صحبت کنی. دیوید بکام دم دره؟ بابا من عاشق دیوید بکامم. حل بابا رونالدو، برو بریم. خدا چه تماشاچی اومده. و عشق توی کامنت ها بنویسین که تو ویدیو بعدی پسر کی بشیم. عشق منین.